داستان از اونجا شروع شد که یه روز گرم تابستونی داشتم توی ویدیوهای شورت یوتیوب میگشتم که با این ویدیو مواجه شدم و با خودم گفتم من چرا این جینگیل مگولیای خوشگل خوشمنظر رو تست نکنم و اینطوری شد که سلام به همه، به یه ویدیو دیگه از کانال ما خیلی خوش اومدید. امروز قراره که با هم کریستال خوراکی تست کنیم تو طرح‌ها و رنگ‌ها و طعم‌های مختلف. اگه شما هم کنجکاوید که اصلا کریستال خوراکی چیه، چه شکلیه و چه مزه‌ای داره، تو این ویدیو با ما همراه باشید. خب بچه‌ها، کریستال اولی که قرار هستش تست بکنیم کریستال با طعم شاطی هستش که شکل کاج مانند داره. بریم تستش کنیم ببینیم که چه مزه‌ایه. اینا چجوری، یعنی با محتویاتش چیه؟ من خودم تا حالا تست نکردم، ولی مثل این که از شکر و پودر آگارا تهیه شده و پروسه حاضر شدنش هم انگار که یه هفته طول میکشه خانم سالوو. ولی کنجکاوم بدونم که چه بافتی داره. فکر کنم حالت چیز دیگه، شکل شبیه آب نباته بچه‌ها، شکلات آب نبات. نرمه بچه، نگاه کنید با یه فشار دست من آب میشه، بعد بافتش بافت ژله‌ایه، روش هم یه بافت کریسپیه. بریم تستش کنیم. اصلا تو دهن آب میشه. ژله‌ای که یکم انگار ترده، خیلی باحال بود. بچه این آب نبات دورش انقدر که نازکه اصلا تو دهن آب میشه، بعد داخلش همون ژله با همون طعم آب نبات روش داخلشه. خیلی باحاله. اصلا این خارجیشو بگیم تکسچر باحالی داره. آیتم بعدی کریستال با طعم بلوبری آبی. خانم لوسی رنگ مورد علاقه منه. یه تیکش خیلی جالبه، دو رنگه، یه تیکش روشنه، آبی روشن و میره همجوری به سمت آمبره و سامبره، میره به سمت آبی تیره. میشه آمبره و سامبرهشو منم ببینم؟ بفهم. بچه شبیه دایمنده دیگه. باید اصلا از این گردنبند درسته، اینو نباید خورد، این حیف میشه. خدمت شما بشکنیمش. این فهمیه ولی دیگه. آره دیگه. من اونو میخوام. مرسی. بخوریم؟ قشنگ مزه بلوبری میده، خیلی باحاله. بچه پیشنهاد میکنم شما اگه کریستال خوراکی نخوردین یا رسیپیشو از تو اینترنت در بیارین خودتون درست کنید یا بخرید دیگه. سری فروشگاه اینترنتی هستش کریستال خوراکی دارن، خیلی باحاله. این به یکی از خوراکی‌های مورد علاقه هم تبدیل شد. یعنی مثلا دوست دارم که میای خونمون یه جعبه آگار خوش شده برام بیارید، با هم بشینیم با عشق ابدی بخوریم ببینیم. خیلی حال میده. آگار خوش شده با عشق ابدی. دلو دادم به تو جزیره، دلم دیگه تنهایی نمیپذیره. بلوبریش هم خوردیم، بریم که یه طعم دیگه شو تست کنیم. بچه طعم بعدیش که میخوایم تست کنیم با طعم هلوشه. روشو ببین چی داره. الان به بچه‌ام نشون میدم. براتون تو کپشنم می‌نویسم که اینا رو از کجا تهیه کردیم. اگه شما دوست داشتید میتونید که بگیرید و دل بخواهی دیگه. اگه که دوست داشتین چقدر نازه. بچه نگاه کنید. واقعا سالو جان اینو نباید انداخت گردن. خیلی خوشگله. اینجاشو ببینید چه طرح قشنگی روش زدن. بچه براتون خرج کردیم و ورق طلا روشه. نه بابا، ورق طلا. خدمت شما سالی جان. Oh my god! چقدر اسانس هلوشو دوست دارم. تا الان بهترین طعمش بچه‌ها این بوده. ما اومدیم تست کنیم چون همه رو داریم تا آخر می‌خوریم. همونه ببین. بچه‌ها خیلی خوشمزه بود. خب هلوش هم تست کردیم، بریم برای بعدی. انقلابیه در صنعت ژله. قبول کنید لوسی عزیز. نه. کوکاکولا. یه کاری کن مانیتایز نشده بند شه کانالمون. با طعم کوکاکولا یا همون شیره خرما. در واقع خیلی شباهت زیادی به شیره خرما داره این رنگ و طعم. سالی که نریز. بعد خودشون یه دقیقه وایسا. بچه صدای گنجشگر رو خودشون قطعه کردن که همینو حل کنی تو چایی و بری تو کارش. تیکه اسمای کلش هم نشون میده. بچه طرحش چقدر باحاله. اینجوری شبیه تک تک هست. شکلات تک تک هایی که کنار هم تل یعنی در تک تک. چقدر خوشگله.
بروش صدام کرد یواشکی نگام کرد تری بروش صدام کردی یواشکی نگام کرد. وسطش مزه پاستیل نوشابه‌ای میده ولی یه ذره با طعم کمتر. فکر کن ژله رو داری میخوری تو دهنت خرش خرش میکنه. خیلی باحاله ولی این طعمش زیاد طعم مورد علاقه‌ام نبود. من دوستش داشتم ولی بده بره. اینه که با طعم موهیتو. بچه‌ها شما طرحو ببین. حاجی طرحو ببین یا خدا. طرحو ولش طعمو ببین. بچه‌ها چند تا رنگ با هم قاطی شده. بعد اینو ببینید روش چقدر کیوته. چی هست؟ مال منه. خیلی ممنونم ازت، متنفرم. حتی اینجوریش هم چی خوشگله. هست؟ روی مثلا نوشیدنی موهیتو دیدی مثلا یه نعنا اینا میذارن. بچه شما بگین تو کامنت ها این طرح شبیه چیه؟ شبیه چیه واقعا نمیدونم. بفرمایید خانم سالی. مرسی. ببینیم خنکمون میکنه تو این هوای تابستون. بریم موهیتو بزنیم تو تابستون. خیلی باحاله بچه‌ها. جوهر لیمو بود چی بود میخوردیم بچه بودیم. یه ته مزه اون جوهر لیمو داره. کلا هم مزه لیموه دیگه. مزه لیمو میده و یه ذره مزه نعنا. خیلی مزینم خوشم اومد. شاید براتون سوال باشه که این چاقو رو چرا آوردیم. میدونم بم میکنه. میدونم یوتیوب. میدونم نمیخوام بگم. یوتیوب this is just for fun. نمیخوای بگی؟ چرا بود؟ آخه از الیستوری کپی میشه. آیتم بعدی حدس میزنیم چیه خانم لوسی؟ بذار در بیارم شکلشو واضح ببینیم. یک کارتون بود اسمش تیسپا بود. شبیه علامت اونه. با طعم ردبول. حتی اینم برگردم من. خوشگل خدایا. اینا بو دارن. بو ردبوله دقیقا. چقدر بوش خوبه. گاز اول مزهش نمیاد. خب یه لحظه گفتم مزه آب میده. بچه‌ها طعم ردبولش هم تست کردیم. بریم برای طعم بعدیش. طعم مورد علاقه من تا اینجا ردبوله بود. هلوه بود با موهیتو. واقعا ردبوله بود؟ ردبول، هلو، موهیتو. تو چی؟ برا من اون هلوه بوده تا اینجا طعم مورد علاقه. شوخی نکن. هلوه بوده. ردبوله رو زیاد دوست نداشتم ولی خب بوش خیلی باحال بود. بوش خیلی باحال بود. بچه‌ها طعم بعدی کریستال با طرح کاج و با طعم سیب ترش. یعنی واقعا اگه طعم سیب ترش بده سالی جان. من عاشق طعم سیب ترشم. منم عاشق طعم سیب ترشم. اوه ترشش چقدر باحال میشه نه؟ آفرین دقیقاً. تا الان هر چی خوردیم شیرین بوده. اگه میخواین پارت 2 این ویدیو خودمون کریستال خوراکی درست کنیم حتما تو کامنت ها بنویسید. پایه ای؟ بله. اگه بنویسید تو کامنت. خدمت شما سالی جان. مرسی عزیزم. یکم دیلی داره طعمش. آفرین. اولش هیچ مزه‌ای نمیده. بچه سیب ترشش هم خیلی باحال بود. نظر شما چیه سالی جون؟ من زیاد دوست نداشتم. چون به اون میزانی که ترشی ازش میخوام ملسی میخواستم نداشت. شیرین بود ولی طعم سیب میداد. ولی در کل جالب. طعم سیب بود بیشتر. آیتم بعدی هندوانه خانم لوسی. هندونه زیبا توی هوای تابستونی. بله اگه فکر کردی فقط هندونه است کاملا در اشتباهی چون این یه ترکیبی ویژه است با روکش لیمو. چه جالب. تو ترکیب هندونه و آب لیمو تا حالا خوردی؟ نه. خیلی باحاله. 3 2 1 کیک تولدمه. وای 100K شدن چنلمون رو اینجوری جشن بگیریم. قشنگ مزه هندونه میده. چه حرفی میزنی؟ بچه اینجاش رنگ قرمزه با آبیه قاطی شده بعد بنفش شده. دهنم پر بود. خیلی خوشمزه بود. کلشو یه جا خوردی؟ بچه همینجوری جک و جونور داره از همه جامون میره بالا. بعد میگن یوتیوبر شدن آسونه. اومدیم تو پناهگاه طبیعت. خب اینو از طرف بچه‌ها میدیم به موش که بخورن و میدی به موشه میدی به طبیعت که بچه اگه دوست دارید بازم ویدیوهای جدید توی طبیعت بگیریم حتما توی کامنت ها بهمون بگید. چنلمون اگه سابسکرایب ندارید خیلی ممنونتون میشیم که چنل رو سابسکرایب کنید. به هر نوبه‌ای که میتونید از چنل ما حمایت کنید. ما واقعا به حمایت شما نیاز داریم و خیلی لطف بزرگی بهمون میکنید. چیکار می‌کنی؟
رنگین کمان ستاره‌ای، ستاره رنگین کمانی. اگه حد زدی این چه چیزیه یه جایزه پیش من داری. با طعم تافی قبلا میدونستم. نکشی خودتو. دست اجازه بده. قبلا سابقه این کارا رو هم داره دیگه، با قاشق لپشو سوزونده. اونم به صورت کاملا عمدی. ستاره رنگین کمانی، رنگین کمان ستاره‌ای. بله. تافی رنگین کمانی، تافی. بده. میسازن از ستاره داوود مثلث. بذار اینو بهت بگم الان هامون یه بچه است. بوی شیرینی میده. من هنوز نخوردم. نه بو. قشنگ بوی تافی میده. همه اسمارتیز میده. فکر کنم بچه اینا رو قطره تمدار داخلش میریزن، یعنی اون طعمی که میخوان و با قطره بهش اضافه میکنن که این انقدر بوی تافی میده. قشنگ اسمارتیز. قشنگ داری اسمارتیز میخوری. چیکار داری میکنی دوباره؟ چون خیلی خوشمزه بود میخوام از طرف بچه‌ها بدم به عنکبوت‌ها و مگس‌ها. خب الان شاید اونو مثلا ملخ‌ها بیان بخورن. چیزی اون که بعد بهش برسه به خودش آقا میرسه. داری طبیعت آلوده میکنی. نه اصلا. و اما طعم آخری که میخوایم تست کنیم آناناسه؟ قشنگ خودش هم شبیه آناناسه. آره. بریم ببینیم که چه مزه‌ایه. خیلی شبیه آناناس درستش، یعنی دو رنگه. خیلی کامپوت باحاله. آناناس قشنگ همینجوریه دیگه. بعد به خاطر همینم هستش که میخوام پیجشون رو تو دیسکریپشن بذارم. هم طعماش، هم شکلش، هم اصلا ایده کریستال خوراکی. خیلی جالبه. بچه خیلی جالبه و باحاله. بچه قشنگ با یه فشار کوچیک که میاری خدمت شو. بوی آناناس. بوی آناناسش اصلا قبل از اینکه بیارم زیر دماغم اومد. خیلی خوشمزه است. خیلی خوب بود. اینم واقعا در حد اون هلوه بود. قبول داری؟ بزن اینو لطفا منو باد بزن با این. میخوام خداحافظی کنم. مرسی. من به عنوان پادشاه مورچه ها و پادشاه مگس ها، البته ملکه، من به عنوان ملکه مورچه ها و مگس ها بازم بهشون طعام میدم. باز قبول داره که ملکه مگس طعام. خب بچه خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. حتما یادتون نره که لایک کنین، نظراتتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید و تا دیداری دیگر بدرود. کی اینجوری بدرود میگفت؟ تو میگفتی رفت تو دستم. خدا ازت نگذره. عروس چقدر قشنگه، دومات خوش آب و رنگه. اینا رو کی جمع کنم؟ من فقط بابت ویدیو گرفتن حتی شما قرارداد بسته بودم. چی داره میشه؟ نه این گوشم. صدا بیاد همه بلندتر. عشق میگیرم، عشق میدم مرتب. خوش گذشت بهتون ویدیو. دوست داشتین این شکلات‌ها رو؟ YouTube this is just for fun. چرا من بعد تو رو با این باد بزنم؟ چه کمکی به من کردی در زندگیم که الان باید بادت هم بزنم؟ چی بود؟ آز بود.